برنامه صحبت روز آثارخانه‌ро نگاهدارنده تاریخ ملت میگویند. گذشته از این در آثارخانه آن بازیافت‌های نگاه داشته می شود که از دورادوری تاریخ سرچشمه می‌گیرد. سلام عرض می‌کنیم به یکایک شما بینندگان عزیز، ذکی و هوشمند تلویزیون بهارستان. پیشنهاد شماست برنامه صحبت روز. برنامه صحبت روز در برنامه امروز ما تصمیم گرفتیم که مورد اهمیت آثارخانه‌ها و رشد و گسترش دادن آثارخانه ها صحبت کنیم و در برنامه امروز ما را همراه هستند سرمتخصص ریاست رشد مؤسسه های فرهنگی فراغتی و هنرهای مردمی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان رحمانقول ترسونوف. خوش آمده به برنامه. مرحمت، کلید صحبت در اختیار شماست. می‌خواستیم بفهمیم. اصلا آثارخانه را یکی از مسائل ترغیباتی تاریخ نیاگان و از جمله ترغیباتگر تاریخی میراث نیاگان می‌حسابند و رسالت اساسی آثارخانه ها این یعنی گردآوری و با قیدگیری برقرارسازی و اینچنین تحقیق و آموزش و به مردم پیشنهاد نمودن نادرترین میراث گذشته اجدادانمان هست که بی‌شبهه آینه ملت هم گوییم خطا نمیکنیم، چون که توسط آثارخانه روندی یعنی پیاده‌گردانی خودآگاهی ملی و خویشتن‌شناسی یعنی پیاده می‌گردد و امروزها در حدود جمهوری عزیزمان 102 عدد آثارخانه ها فعالیت می‌نمایند و رسالت ازلی خود را در دوران صاحب استقلالی یعنی خوب اجرا نموده ایستادند. اصلا فعالیت آثارخانه ها و خانه آثارخانه ها طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره آثارخانه ها که از 19 مارس سال 2013 تحت رقم 957 به قید گرفته شده است فعالیت می نمایند و همین را باید قید نمود که نادرترین یعنی اون موادهایی که از طریق آثارخانه ها یعنی گرد آورده شده است و یعنی مورد آموزش قرار گرفته به قید گرفته شده است در تمام چاره‌بینی های فرهنگی فراغتی بهر مردم یعنی پیشنهاد کرده می شود و بار دیگر هم باید قید کرد که این نشان می‌دهد که مردم چقدر با این خاک مقدس وطن با کهن بنیاد بودن دیار عزیزمان توجه ظاهر میکنند و همین را هر یکی ما میدونیم که چه مهمانان خارجی و داخلی که وارد اصلا خود شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان میگردند پیش از همه از آثارخانه ملی دیدن میکنند که یک بینای برجسته در آنجا موجود است و در آنجا تمام آن تاریخ و یعنی آن نادرترین یعنی موادهای گرد آورده تاریخی که از اجدادان ما به ما میراث مانده است در آنجا محفوظ است و سرآغاز یعنی شناسایی با تاریخ ملت از آثارخانه ها آغاز میگردد و حکومت و دولت نیز بهر رشد آثارخانه ها بسیار چاره‌های ضروری می‌اندیشد و اصلا تعمیر و ترمیم و یعنی خریداری نگاره‌های نادر از جانب شخصان علاهیده و اینچنین بردن کارهای جستجویی با حاکمیت‌های محلی شهر و ناحیه‌ها وابسته کرده شده است و چنانه که همه ما آگاهی داریم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام رحمان در پیام نوبتیشان مخصوصا قید نمودند که می‌سزد که تمام کارمندان ساختارها سر کرده از مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان تا زینه‌های پایانی از آثارخانه ملی دیدن نمایند و از تاریخ و تمدن نیاگان ما با خبر گردند و جهت
یعنی رشد آثارخانه‌ها وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان نیز پیوسته با آثارخانه‌ها یعنی با کارمندان آنها سمینارها یعنی هر گونه ملاقات‌ها صحبت‌ها و دستورالعمل‌های متدی پیشنهاد می‌نماید تا که آثارخانه‌ها در سطح ضروری بهر ساکنان چه شهر و ناحیه‌ها خدمت کرده باشند و در ساحه رشد آثارخانه‌ها دستاوردهای نظررس هم به چشم می‌رسند، چون که سال گذشته با خود اشتراک رهبر معظم ملت پرزیدنت محترم ما در ولایت ختلان 4 عدد آثارخانه نو یعنی مورد بهره برداری قرار داده شد و خود رهبر معظم ملت حسن افتتاح بخشیدند به این آثارخانه‌ها و عموما 18 عدد خانه آثارخانه‌ای که در جمهوری تاجیکستان فعالیت دارند اصلا 8 عدد در ولایت سوق، 6 عدد در ولایت مختار کوهستان بدخشان و 4 عدد در شهر دوشنبه فعالیت می‌نمایند که این بیشتر منسوب است به آن ادیبان بزرگ ملت ما یعنی سازمان داده شدند و همین را باید قید کرد که کارمندان آثارخانه وظیفه دارند که هرچی بیشتر در بین مردم در بین طالب علمان مکتب‌های تحصیلات همگانی اینچنین در کارخانه و تشکیلات‌ها کارهای فهماندهی تشویقاتی و ترغیباتی را خوب به راه مانند و جلب آنها را به آثارخانه و خانه آثارخانه‌ها هرچی بیشتر خوبتر نمایند، چون که در صورتی از آثارخانه‌ها دیدن نمودن هر یک فرد جامعه نوابسته به سن و سال آنگاه الکی آنها از تمدن ملت خود از اصالت خویش از خودآگاهی ملی یعنی آگاه می‌گردند و به این خاک و سرزمین یعنی باز ارج می‌گذارند. برنامه صحبت روز درستم قید کردید که امروز به حساب میانه 18 خانه آثارخانه در شهر ناحیه مملکت عمل میکند. میخواستیم عمیقاً وابسته به این مسائل صحبت کرده باشید. آن 18 خانه آثارخانه‌ای که در مقیاس جمهوری فعالیت دارند اینها بسیارتر منسوبند به آن ادیبان نامدار کشور یعنی گذشتگان که برای رونق رواج معرفت و یعنی فرهنگ وطن از زمان سهم به اندازه گذاشتند و از خود بسیار میراث گرانبها باقی گذاشتند و همه آن دستاوردها و اثرهای آنها در آن خانه آثارخانه‌ها بیشتر و بیشتر از جانب نزدیکان و پیوندان آنها سازمان داده شده است و این چنین در این کار در این سمت مقامات محل نیست یعنی بسیار یعنی غمخواری ها ظاهر نموده است و بیشتر مقامات محل یعنی مبلغ گذار است و در آن خانه آثارخانه ها آن مجموعه ایجادیات آنها یعنی از موادها دایر به فعالیت و ایجاد آنها گرد آورده شده است و منظوری هر یک بیننده گردانده می شود و واقف می گردد بیننده که در حقیقت این ابرمردانی که در جاده ادبیات چی در جاده صنعت چی در جاده یعنی هنر یعنی یک از خود میراث گرانبهایی گذاشتن با اون از نزدیک شناس می شوند و باز هم در ذهن آنها باز هم خودآگاهی ملی یا و خصلت‌های نجیب انسانی باز هویدا می‌گردد و این یک باعث افتخاری هم ملت می‌گردد که چون این شخصیت‌ها یعنی از نظرها غایب نمی‌مانند و همیشه در دقت یعنی اهل جامعه قرار می‌گیرند. این چنین مهمانان و سیاحان خارجی نیز از این خانه آثارخانه دیدن می‌کنند و واقف می‌گردند که در حقیقت چنانکه جهانیان ملک ما را یعنی مکان معنی نام گذاشتند این توسط ابرمردان گذشته ما چیرودکی و حافظ و خیام و کمال و مولانا جلال‌الدین بلخی و دیگران
و امروز من خودتون نقض میدونید که آثارخوانی به نام صدرالدین عینی، میرزا ترکزاده و چند دیگران، باقی رحیمزاده، یعنی فعالیت دارند که اینها هم برای رونق رواج معرفت و ادب تاجیک ملت کهن بوداد ما بسیار زحمت ها کشیدند و هر یک فرد را ما دعوت میکنیم که از این آثارخانه ها دیدن نمایند و به خود یک تاثیراتی یعنی بردارند. تشکر، سلامت باشید. اهل علم و ادب ما، شاعران و ادیبان و عالمان ما گنجینه هستند که از میراث گرانبهای آنها امروزی ما، نسل امروزی ما غذای معنوی میگیرند و جایز است که چنین یک خانه آثارخانه ها مورد فعالیت گوناگون جبهه عالمان و شاعران ما و شخصان ابرمرد مملکت ما باشد که در سرگه آن خانه موزه صدرالدین عینی می‌ایستد و گذشته از این آن شاعران و نویسندگانی که در محل فعالیتی پرثمر کردند، امروز خانه موزه های آنها در دهات جایها، در محل جایها برای انهمان محل، برای انهمان دهات که مهم است، امروز فعالیتی پرثمر دارد. اکنون می‌خواستیم فهمیده باشیم که توجه نسل معاصر به خانه آثارخانه ها چگونه است. از مشاهده ها یعنی عیان می‌گردد که نسل معاصر نیز یعنی در حقیقت جوانان امروزه نیز بسیار ذکی هستند، بسیار یعنی کنجکاو هستند و بسیار ارزشگذار هستند و عیان می‌گردد که الکی توجه زیاد دارند و به این آثارخانه ها یعنی از این آثارخانه دیدن میکنند، به خود یک غذای معنوی میگیرند، چون که آنها الکی در دبستان ها، در مکاتب های عالی از اشعار ناب این ابرمردان یعنی برخوردار هستند و میخواهند که باز از نزدیکتر از حیات و فعالیت آنها با خبر باشند و این خانه آثارخانه ها به این مساعدت میکند و باوری دارم که نسل من بعد نیز برای باز هم پاس داشتن خاطره این ابرمردان و یعنی از برنمودن ایجادیات آنها، چون که آنها سراپا پند و اخلاق است، اثرهای آنها راهنمای حیات انسانی است، به خود یعنی یک سابقه میگیرند و از حیات و فعالیت آنها باز هم از نزدیکتر شناس میگردند و عین زمان باز هم یعنی تشکیل نمودن چنین خانه آثارخانه ها به نقشه گرفته شده است و توسط برنامه دولتی رشد مؤسسات فرهنگی فراغتی برای سالهای 2021 و 2025 در اونجا درج گردیده است که باز یعنی تشکیل نمودن چنین خانه آثارخانه ها یعنی آثارخانه ها و دیگر مؤسسات فرهنگی و باوری دارم که این اقدام مرحله به مرحله یعنی حل خود را می‌یابد. برنامه صحبت روز ما نیز بر آن نظریم که وقتی آن رسیده است که دوباره اهل جامعه امروزی تاجیکستان روی بیارند و مکان‌های فرهنگی خاصه خانه آثارخانه ها و ما نیز مشاهده میکنیم که از جانب آموزگاران محترم ما در مؤسسه‌های تعلیمی تشکیل کرده می شود سفر به آثارخانه ها دیدن میکنند خوانندگان، آموزگاران، چنانکه که شما قید کردید از فنهای تعلیمی آنها وقتی که مورد فعالیت این یا آن نفر این یا آن شاعر و نویسنده مثلا میخوانند معلومات پیدا میکنند، بار دیگر از آثارخانه آنها دیدن میکنن و خود غذای معنوی میگیرن و فکر میکنم که امروز در زمان جهانی شوی، در زمان برخورد تمدن ها بهر حفظ ارزش های ملی پدر و مادران ما نیست کمر همت ببندن و دستی فرزندی خود گرفته روی بیارن به آثارخانه ها و غذای معنوی اویلوی را در اویله هایشان تنین انداز کنند. نون میخواستیم مورد تامین متخصصان در آثارخانه یا اینکه در مجموع در خانه آثارخانه فهمیده باشیم امروز چگونه است؟ متخصصان میرسند؟ وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان کوشش به خرج میدهد که طبق طلبات برنامه دولتی رشد مؤسسات فرهنگی یعنی همه ساله متخصصان صاحب کسب، زباندان، چون که الکی توجه جهانیان به مملکت ما زیاده گردیده است، چون که دولت ما در قطار 10 دولت امن جهان
ҷойгир аст ва диққати сайёҳон ба мамлакати мо зиёда гардида истодааст ва аллакай рафту омади онҳо зиёд аст ва мутахассисон бисёртар бояд забондон бошанд ва мутахассисони касбӣ бошанд ва вазорати фарҳанг пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад ки барои омода намудани боз ҳам мутахассисони соҳибтаҷрибаю яъне соҳавӣ яъне фаъолиятро дар ин самт пурзӯртар намояд. ташаккур, саломат бошед. барои ибрози назар дар фароварди сухан мехостем нуктаҳоеро ки шумо зарур мешуморед барои боз ҳам рушди ин соҳа пешниҳод кунед. ман ҳамчун намояндаи вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин кулли шаҳрвандони ҷумҳурии азиз мо муроҷиат карда мегӯям ки яъне аз осорхонаҳо дидан кунанд, чунки мо бояд ки аз гузаштаи хеш бохабар бошем. Истиқлолият ба даст овардем ва бояд ки аз асолати хеш бохабар бошем. мо хештаншинос бошем, меҳандӯст бошем, ватандӯст бошем ва ин тавассути омӯзишу яъне донистани таърихи гузаштаи худ яъне амалӣ мегардад. ва боз чизи дигарро бояд қайд кунам ки албатта он мероси нодиртарини ниёгони мо ҳанӯз ҳам маҳфуз ҳастанд, яъне бетараф набошанд, яъне барои ҷустуҷӯ дарёфт ва дастрас кардани онҳо яъне саҳмгузор бошанд. ташаккур, саломат бошед. дурустам қайд кардед ки осорхона ин нигоҳдорандаи таърихи миллат аст ва назарияро ба амалия пайвастанд. боз ҳам насли навраси мо бояд ки рӯй биёранд ба маконҳои фарҳангӣ, хоса осорхонаҳо. барои суҳбат ташаккур. ҷаҳони сипос ки даъвати моро қабул кардед омадед ба барномаи суҳбати рӯз ва атрофи аҳамияти осорхонаҳо ва рушди хонаосорхонаҳо дар замони имрӯз суҳбат кардед. бинандагони азиз, ҳамсуҳбати мо буданд сармутахассиси раёсати рушди муассисаҳои фарҳангии фароватӣ ва ҳунарҳои мардумии вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонқул Турсунов. то барномаҳои баъдӣ саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз.